با عرض سلام و درود بر شما بیننده های تلویزیون افغان، به یکی دیگر از برنامه روشنی خوش آمدید. من میرویس حق دوست هستم و به اتفاق استاد محترم رمضان علی فصاحت، استاد دانشگاه. استاد محترم خوش آمدید. خب، موضوع مورد بحث ما در رابطه با حکومتداری خوب از نگاه دین مقدس اسلام می باشد. خب استاد محترم، در رابطه با این بگوین که شاخصه ها و ملافه های حکومتداری خوب از دین مقدس اسلام چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون افغان. حکومتداری خوب یکی از موضوعات مهم و قابل توجه برای جوامع امروزی هست و این مسئله ابتدا در غرب هم مورد توجه قرار گرفته و تا حدود نگاه غرب نسبت به حکومت از زاویه کارکردی و تأثیرات مثبتش در جامعه مورد بررسی قرار گرفته و طبعا افغانستان هم الان یکی از کشورهایی که نسبت به این موضوع دغدغه‌های زیادی را داره و هر دو حکومت هم جناب آقای کرزی صاحب و هم جناب آقای اشرف غنی نسبت به موضوع حکومتداری خوب تا حدود توجه کرده، اما یکی چقدر موفق بوده یا نبوده خب بعدا ان شاء الله بحث میکنیم. به هر حال حکومتداری خوب از موضوعات مهم و مورد توجهه. حالا اگر ما بخوایم در واقع دیدگاه اسلام را و توجهات اسلام را نسبت به حکومتداری خوب بدانیم، طبعا یک سری شاخص ها و موضوعات را مطرح کرده که این تقریبا در مقایسه با نظام غربی هم میتوان مطرح کرد. مهمترین مؤلفه و شاخص های یک حکومتداری خوب به غیر از اینکه به اهدافش برمیگرده مسئله مبانی و اعتقادات بنیادین و پایه‌ایش میباشه. یک حکومتداری خوب یا بالاخره در واقع حکومتی که کارا و کارآمد باشه به حکومت اطلاق میشه که بتواند اهداف اساسی و بنیادین را که در جامعه داره او رو بتونه روز به روز محقق بسازه و در واقع عملی بسازه. مثلا مهمترین اهدافی که هر نظام سیاسی، چه نظام سیاسی دینی و چه نظام سیاسی غیر دینی میتونه داشته باشه، بحث امنیت، عدالت، آزادی، رفاه و نظم و در جامعه دینی بحث تقرب به خداوند می باشه. بالاخره این مهمترین اهدافه. خب در زمینه بحث مؤلفه های بنیادین اگر بحث کنیم، یک حکومت خوب زمان میتونه در واقع حکومت کارا و مؤثر باشه که از مبانی فکری و اعتقادی درستی برخوردار باشه. پس بنابراین اگر این رقمی بگوییم که شاخص های عمده حکومتداری خوب هم در بحث مبانی و اعتقاداتش هست، یعنی اعتقادات و مبانی اعتقادی درست را داشته باشه، و هم به لحاظ اهداف بتواند تحقق و اهداف را برای خود امکان پذیر بدانه و در بین این دوتا در واقع نحوه گزینش حاکمان و کارگزاران نظام سیاسی باید به معیارهای دینی و ارزشی تطبیق شود. در این صورت طبعا چنین حکومتی دارای اثرات مثبت و کارکردهای مثبت در جامعه خواهد بود و در چنین زمانی هست که ما میتوانیم این حکومت را به صفت حکومت داری خوب و یک حکومت کارا و مؤثر توصیف کنیم. بله، در رابطه با اعتقادات گفتین استاد، چه کار باید شود که واقعا ما اعتقاد راسخ وجود داشته باشه که ما بتوانیم که ما اهدافی که در حکومت داری خوب میتواند که مؤثر باشد برسیم؟ ببین، اسلام اون قسمی که روی مبانی اعتقادی برای نظام سیاسی توجه خاصی را داره، راهکارهایی را هم ارائه کرده است که یک جامعه باید به او باورمندی ها برسه. مثلا از وظایف نظام سیاسی و مردم رابطه متقابل حکومت و مردم بحث امر به معروف نهی از منکر. یعنی بغیر از اینکه نظام دینی موظف است تا باورها و اعتقادات مردم را در جامعه روز به روز افزایش بده و آموزش بدهد و این را تبدیلی به یک فرهنگ و در نتیجه تبدیلی به یک هویت جمعی بسازه، یک نوع مسئولیت همگانی بین همدیگر وجود داره. از منظر پیامبر گرامی اسلام در واقع یک جامعه خوب این جامعه که هر دو، چه نظام سیاسی و چه مردم، در تقابل با هم مسئولیت پذیر باشه.
کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، یعنی همه مردم، هر فرد رو که شما رویش انگشت بگذاری مقام و موقعیت رهبر و راعی رو داره و هر کسی دیگه در برابر او مقام و موقعیت پیرو و در واقع مرئی رو داره. در این صورت بالاخره هر فرد نسبت به دیگری رهبره و دیگری نسبت به این فرد در واقع پیرو هست. در نتیجه همه در برابر همدیگر مسئوله. پس اگر این رقم باشه، رابطه متقابل نظام سیاسی و مردم بر مبنای امر به معروف و نهی از منکر بنیان گذاشته شده. خلیفه چهارم در یک بحثی که برای مالک اشتر مطرح میکنه میگه بحث حق و حقیقت بحث یک طرفه نیست، سرگی نیست که به یک طرف منتهی شه و به پایان برسه. سرگی است دو طرفه، هم به نفع تو هست و هم به ضرر تو، هم طرف رفت داره و هم طرف برگشت داره. با توجه به این نظام سیاسی هم مسئول در برابر مردم که مردم را امر به معروف و نهی از منکر کنه و مردم هم مسئوله که نظام سیاسی رو باید امر به معروف و نهی از منکر کنه. اگر گزینه امر به معروف و نهی از منکر در میان جامعه و در میان مردم و حکومت بالاخره اعتبار پیدا کنه، در واقع ما میتوانیم تا حدودی نزدیک شویم به اینکه جامعه دینی با او باورها و اعتقادات بنیادین در مورد نظام دینی دسترسی پیدا کنه. پس بنابراین بحثی رابطه متقابل میتونه وجود داشته باشه. الان بحث اگر بالاخره کمی بازی دوباره عمیق‌تر بررسی کنیم، ما وقتی میگوییم مسئول هستیم اصلا برمیگرده به این که انسان شناسی ما از نگاه اسلام چی میتونه باشه. چون بحث حکومت و سیاست بخش عمدهش برمیگرده به نحوه برداشت ما از انسان. هابز یکی از تعبیرات رو که در مورد انسان داره میگه انسان گرگ انسانه و آقای جیمز روزنا و بعدم ماکیاول و دیگران بر این نظره که انسان در واقع یک حیوان اجتماعیه. آقای مارکس هم انسان را یک حیوان اجتماعی میدانه و بعد بالاخره هانس جی مورگنتا انسان را حیوان سیاسی میدانه. از ویژگی حیوان سیاسی یعنی یک موجود زنده‌ای که در واقع ذاتاً به دنبال سیاست. میگه سیاست چون بر سر منافع و قدرت صورت میگیره، ذاتاً انسان در درون خود با کشمکش و منازعه همراه است. وقتی با منازعه همراه باشه، شرایط اجتماعی طبعاً در واقع با منازعه و چالش مواجه خواهد بود. عرصه روابط بین الملل که منازعه و جنگ داریم ناشی از دولت‌های ملیه که دولت‌های ملی از افراد تشکیل شده و افرادم ذاتاً ماجراجو هست. این تعبیر و برداشت از انسان خود به خود جامعه را به سمت یک نوع نظام آنارشیک و نظامی که در آن هرج و مرج حاکمه و نظامی که در آن بی‌نظمی حاکمه جامعه را به او سمت سوق میده. ولی ما الان مثلا به عنوان یک مسلمان برداشتای ما با توجه به نگاه اسلامی از انسان چی میتونه باشه؟ آیا ما هم انسان را در واقع موجود شر میدانیم؟ موجودی میدانیم که به دنبال کسب قدرت و موجودی میدانیم که ذاتاً شروره؟ در اینجا دیدگاه های مختلفی وجود داره. بعد بالاخره بحث عمده اینه که لااقل در این که ما انسان را مسئول میدانیم شک نیست. یعنی انسان در جامعه مسئول آفریده شده، تافته جدا بافته ای نیست که هر کس سرنوشت خود را داشته باشه، دیگه کار به کار دیگران نداشته باشه. در دنیای اسلامی جامعه شناسی یک قسمه که جامعه همه به همدیگر وابسته هست. به عبارت دیگر اصالت فرد تا حدود زیادی در درون اصالت جمعی هضم شده. پس بنابراین وقتی که ما بیاییم انسان را مسئول بدانیم، مسئولیت پذیری انسان باعث میشه که با توجه به بحث امر به معروف نهی از منکر و ساکت ننشستن و سکوت اختیار نکردن در برابر مسائل اجتماعی ما را در واقع یک نوع وضعیت رو به وجود بیاره که معترض علیه وضع موجود باشیم. در این صورت جامعه دینی همیشه در حال تحرک و پویاییه، یعنی هر آن و هر لحظه باید تحرک بیشتر و فعالیت بیشتر را داشته باشه و همه همدیگر رو به سمت جامعه آرمانی و ایدئال مورد توجه قرار بده و در واقع مورد
سوال و بازپرسی قرار بده و اینا باعث میشه که در واقع او بحث های بنیادین را که ما مطرح کردیم به اصطلاح در جامعه تا حدود عینی و عملی شود. بله، با پوزش استاد که قسمی که از نگاه دین مقدس اسلام با ما آموخته شده است که انسان اشرف المخلوقات است، از طرف دیگر ما که میخوایم که به سمت حکومتداری خوب برویم، از طرف دیگر بدون شک که بعضی افراد هستند که شرور هستند و دنبال منافع شخصی خود هستیم، چگونه میتوانیم که اون مؤلفه‌های اصلی و اصلی که ما اشرف المخلوقات هستیم دوباره برگردیم با حکومتداری خود را ما حمایت بکنیم؟ خب بازم یک مسئله ای که در مورد انسانشناسی دینی وجود داره اینه که ما انسان را خلیفه خدا در زمین میدانیم. بله. یعنی در واقع حرف شما که برترین موجود و شریفترین موجود در میان موجودات و در واقع جانشین خدای. خب اگر نگاه ما نسبت به انسان این قسمی باشه، خب مسئله ای که وجود داره اینه که خب طبعا در میان جوامع، حتی در جامعه دینی، بعضی وقتا چالش‌ها به مراتب نسبت به کشورهای دیگه بیشتره. بله. خب اینجا یک به اصطلاح معضل پیش میاد، یک به اصطلاح سوالی ایجاد میشه که چطور از یک طرف انسان خلیفه خدا هست و ویژگی خدایی بودن انسان ایجاب میکنه که باید جامعه بسیار آرام و ایدئالی داشته باشیم، ولی عملا چنین چیز اتفاق نمیفته و شاید در برخی وقتها به صورت مقایسه‌ای ناامنی و کشمکش و منازعه در جامعه دینی به مراتب بیش از جامعه به اصطلاح غیر دینیه. سوال چی میتونه باشه؟ جواب چی میتونه باشه؟ در همینجا هم یکی از اندیشمندان آقای طباطبایی در مورد انسانشناسی وقتی گپ میزنه میگه که انسان در واقع دو تا ویژگی داره. یک بخشی از ویژگی انسان بر اساس غریزه مدیریت میشود، یک بخشش بر اساس فطرت. ویژگی کلی انسان بر اساس دیدگاه فطری اینه که همیشه انسان فطرتاً به سمت خیر و کمال حرکت میکنه، اما وقتی پای غریزه و منیت ها به وجود میاد، در اینجا انسان بالاخره تا حدودی به چالش و منازعه سوق داده میشه. پس انسان همزمان از دو بعد مثبت و منفی برخوردار. خب بعد میگه که اگر ما فطرت را در نظر بگیریم، شکی نیست که فطرت ما را به صورت کلی به سوی یک امر مثبت و خیر هدایت میکنه، ولی مشکلی که وجود داره اینه که فطرت در امور جزئی سخنی برای گفتن نداره. بله. به صورت کلی حقیقت میه که انسان مثلا بالاخره مؤمن موحد آفریده شده، به دنبال ارزش های تا به دنبال مثلا منازعات و کشمکش ها، اما این امور فطری به صورت کلی تئوری ها رو مثلا به اصطلاح و حرف ها رو زده و باورها رو گفته، اما در امور جزئی نظر داده نتونسته یا نخواسته بید. خب پس الان یک نقصه به وجود میاد. چیکار کنیم تا مشکل حل شود؟ مشکل اینه که ما میتونیم در واقع مشکل رو از طریق وحی حل کنیم. میگه خود اینمی نیازمندی انسان که انسان در درون خود یک نوع ویژگی داره که هم او رو به سمت شر و هم به سمت خیر هدایت میکنه، و از طرف دیگه ممکنه ظاهرا در امور اجتماعی امور خیر مثلا تا حدودی شکست پذیر هست. میاییم این خلای موجودی انسان را از طریق بحث وحی جبران میکنیم. پس بنابراین خود به خود ما جامعه را نیازمند وجود وحی میدانیم. وحی که بیایه، وحی در واقع به صورت یک امر بیرونی انسانها را مورد کنترل و نظارت قرار میده و این نظارت باعث میشه که بالاخره در درون انسان نفوذ کنه و انسان در واقع خود به خود با توجه به این معیارهای بیرونی به سمت او ارزش‌ها حرکت کنه تا این چالش‌ها را نداشته باشیم. همین مسئله در واقع ما را به سمت یک مقایسه بین دنیای اسلام و غرب قرار میده. خب غرب هم تقریبا تا حدود انسان شناسیش به اصطلاح بخش غریزی بودن انسان از دیدگاه اسلام برمیگرده. یعنی اونها انسان را موجود شر میدانه، لااقل در دیدگاه مکتب واقع گرایان، و بالاخره انسان چون موجود شرور هست، این شر بودن انسان باعث بشه که هر کسی سعی کنه دیگران را به استخدام در بیاره و از دیگران به سمت به اصطلاح منافع خودش استفاده کنه. بله. خب غربی‌ها الان این صفت رو با واسطه دولت کنترل کرده.
خب آقای هابز گفت که اگر ما بخواهیم با اینمی وضعیت طبیعی پیش برویم، امنیت در جامعه وجود نخواهد داشت. برای اینکه امنیت به وجود بیاییم بر اساس قرارداد اجتماعی اختیارات خود رو واگذار کنیم به حاکم. حاکم بیایی بر اساس قرارداد بین مردم حکومت کنه، تا حدودی میتونه آزادی رو سلب کنه و برای به اصطلاح امنیت تلاش بیشتر رو انجام بده. خب امی مسئله در بحث حکومتداری و در درونی به اصطلاح کنترل و فسادیداری هم به وجود میه. آنها آمدن در واقع از این طریق حکومت رو مثلا به سمت مثبت شدن حرکت داده تا نظارت بیرونی بر روند رفتار آدم‌ها در درون حکومت افزایش پیدا کنه. ولی در دنیای دینی بغیر از اینکه ما میتوانیم در واقع نظارتی از بیرون داشته باشیم، او جنبه ای که خداوند انسان رو میخواهد به سمت کمال حرکت کنه و او بود فطری به واسطه بعد به اصطلاح موجودیت وحی در جامعه تقویت شده، در این صورت بغیر از اینکه یک نظارتی از بیرون داریم، نظارتی از درون هم وجود داره. پس بنابراین اسلام از این جهت ظرفیت و توانمندی بیشتری را به سمت حکومتداری خوب میتونه داشته باشه. چرا؟ چون هم یک به اصطلاح کنترل از درون وجود داره. یعنی اولا که بالاخره ذاتیات انسان، فطرت انسان این قسمه که انسان رو به سمت خیر میکشونه و بعدش بالاخره او جنبه نقصانی قضیه را به واسطه وحی پر کرده و در عین حال حاکم هم باید نظارت بر مدیریت و مثلا کارمندان زیر دست خود باید داشته باشه. در این صورت هم نظارت بیرونی و هم نظارت درونی باعث میشه که ما در واقع هم به سمت او ارزش‌های متعالی حرکت کنیم و هم در جامعه و نظام دموکراتیک در واقع یک نوع حکومتداری خوب را معیار و مبنا قرار دهیم. سپاسگزار استاد. در رابطه با مؤلفه ها و عناصر مبنای حکومتداری خوب استاد. خب اما قسمی که تا حدودی بیان کردیم، حکومتداری خوب در واقع یک نوع عمل هست. عمل مبتنی بر باور و عقیده. خب آقای دیوید استون یک تئوری داده که باورها به اضافه ساختار در رفتار آدمی تاثیر داره. مثلا شما یک اعتراض اجتماعی که تبدیل به یک مثلا مظاهره عمومی و تظاهرات عمومی و شاید نهایتا مثلا براندازی حکومت شوه، میگه چرا آدم ها به این حالت میرسه؟ تظاهرات در واقع جنبه رفتار عملکرد مردمه. میگه مردم زمان اقدام به تظاهرات میکنه که یک باور قبلا به وجود آمده باشه و او باور اینه که نظام سیاسی موجود کارا نیست. نظام سیاسی موجود حکومت خوب و حکومتداری خوب رو بلد نیست و بنابراین فاقد مشروعیته. حکومتداری خوب به حکومت اطلاق میشه که اهداف خود رو بتونه تامین کنه، مثلا امنیت، عدالت رو. ولی اگر تامین نتوانیم باعث نارضایتی مردم از حکومت میشه و در اندیشه سیاسی امروز جامعه شناسی رویگردانی مردم از حکومت و عدم به اصطلاح رضایت مردم از حکومت یعنی مساوی با سلب مشروعیت. پس وقتی مردم به این باور رسید که نظام سیاسی فاقد مشروعیت هست، بنابراین شروع میکنه به اعتراض کردن، شروع میکنه به تظاهرات رو انداختن و ممکنه این تظاهرات اگر خواسته مردم پاسخ داده نشوه منجر به انقلاب و مثلا دیگرگونی رژیم سیاسی شوه. حالا با توجه به همین برمیگردیم به دنیای اسلام. بله. حکومتداری خوب از دیدگاه اسلام میتونه حکومتی باشه که در واقع زیر مبنای اعتقادیش هم خوب باشه. با عبارت دیگر با توجه به او باورهای بنیادین میتوانیم یک نوع نظام خوبی را داشته باشیم و ارائه کنیم. این نظام حکم مبنایش مثلا بالاخره اینا میتونه باشه: یکی در بحث هستی شناسی، یکی در بحث انسان شناسی و یکی در بحث معرفت شناسی. ما چی باورها و اعتقادات را داریم که این در رفتار سیاسی ما در جامعه نقش داشته باشه. مثلا هستی چیه؟ یک زمان ما هستی رو به صورت فلسفیش بحث میکنیم. بالاخره این خداوندی وجود داره، معادی وجود داره و بالاخره آفرینش به این صورت مثلا به صورت احسن وجه و کمال و تام آفریده شد. ولی یک زمان ما میاییم در واقع هستی رو از منظر سیاسیش بررسی میکنیم. هستی سیاسی، فلسفه سیاسی رو بررسی میکنیم. فلسفه سیاسی در واقع میایه برخی از موضوعات اجتماعی رو به صورت موجودیتش، امر وجودیش و در عین حال خوب و بد بودنش بررسی میکنه. مثلا دولت چیه؟ نگاه ما به قدرت چیه؟ و نگاه ما مثلا به بحث عدالت چیه؟ تعدد قوا رو میتونیم بپذیریم یا نه؟ چرا ما باید از حاکم اطاعت کنیم؟ بله. اینا رو اگر ما آمدیم در واقع به صورت مبنایی و بنیادین، به صورت یک باور پاسخ مثبت دادیم،
خود به خود ممکنه در رفتار ما تاثیر داشته باشه، چون تئوری شده اون قسمی که هم آقای دیویدسون مطرح کرد و هم دیگرها از نظر روانشناسی رو مطرح کرده که شما چی میاندیشین تا ما بیایم بگیم که چی رفتار رو انجام میدین. به عبارت دیگر رفتار آدمی مبتنی بر باورش هست. آنها در دنیای اسلام ما مثلا میگیم که نظام هستی به صورت احسن وجه و عادلانه آفریده شده و قامت السماوات والارض بالعدل و بالعدل قامت السماوات والارض. ما با واسطه عدل آسمان و زمین رو برافراشتیم و ایجاد کردیم. خداوند مثلا در واقع آفریننده جهان هست، خداوند حکیمه. برای ادامه این زندگی در واقع حساب کتابی وجود داره. اگر مبنای هستی شناسی ما ای باشه، در این صورت خود به خود می توانیم در بحث حکومتداری به این نتیجه برسیم که حکومتداری خوب اگر افرادش و حاکمانش با توجه به این دیدگاه مطرح شده باشه، در این صورت رفتارش میتونه رفتار مثبت باشه. چرا؟ چون این آدم باور داره که خدای وجود داره که حساب کتاب میکنه و بعد از این دنیا یا به عبارت بعد از حکومت و ریاست شما باز هم مورد بازخواست قرار میگیرید. کلکم را و کلکم مسئول، همه ایتون بالاخره مورد پرسان و پرسش قرار میگیرید. در این صورت این نوع باور باعث میشه که رفتارش در جامعه تا حدودی مورد به اصطلاح کنترل باشه و بتونه یک الگوی خوبی را و یک حکومتداری خوب را به عنوان یک الگوی خوب در جامعه ارائه کنه. پس بنابراین یکی از بحث‌های مبانی یا مبناشناسی حکومتداری خوب بحث هستی شناسی. بله. از اینکه بگذاریم بحث دیگه ای که وجود داره در بحث انسان. خب آیا انسان یک موجود شر هست یا نیست؟ این ما باید بررسی کنیم. انسانی که در جامعه آفریده شده آیا انسان مسئولی یا نیست؟ ممکنه در اندیشه جدید مثلا انسان مسئول ندانه، صرفاً بالاخره دولت که در برابر انسان و به اصطلاح افراد جامعه مسئول واقع شده. ولی ما وقتی مثلا میگیم نه، میگیم هر دو طرف در برابر هم مسئوله. اما قسمی که باز جمله از خلیفه چهارم داریم میگه حق اوصف الاشیاء فی التواصف و اضیق الاشیاء فی التناصف. حق در توصیف خیلی همه کس میتونه خود را حق جلوه بده، ولی وقتی در مقام عمل میاییم خیلی قضیه باریک میشه. اینکه حق با کی است؟ حق با کیه قابل تشخیص نیست. بنابراین بعد میگه که حق یک مسیر دو طرفه. مردم نباید بالاخره خود را همیشه محق بدونه دولت رو برعکس، یا دولت خود را حق بدونه مردم رو برعکس. پس حق هم به نفع مردم جاریه و هم به ضرر مردم. حق هم به نفع حاکم جاریه هم به ضرر حاکم جاریه. خب پس الان اگر این رقم شد مسئولیت من قسمه. وقتی ما میگیم کلکم را و کلکم مسئول، هم مردم در برابر حکومت مسئوله و هم حکومت در برابر مردم مسئوله. اگر نگاه ما نسبت به انسان این رقمی باشه، پس بنابراین به منظور ایجاد یک وضعیت اجتماعی خوب و حکومتداری خوب ما در برابر همدیگر همه با هم مسئول هستیم. پس این میتونه در رفتار ما تاثیر داشته باشه. و دیگه ای که بالاخره با پوزش استاد حرف شما فراموش نشه، فعلا یک وقفه کوتاه میگیریم، زود برمیگردیم، برنامه روشانی ادامه داره. دوباره خوش آمدین با برنامه روشنی. استاد محترم ادامه صحبتش. بله، اما قسمی که گفتیم در بحث مبانی، یک از بحث اینه که ما نسبت به انسان چی نوع اندیشه‌ای رو داریم و چی فکر میکنیم. انسان همون قسمی که بیان شد در واقع خلیفه خدایه و خلافت خدایی بودنش تا حدودی میتونه در تضمین یک حکومتداری خوب مؤثر باشه. و همچنین انسان مسئول آفریده شده. مسئول آفریده شده یعنی در برابر همدیگر مسئول هستیم. هم مردم نسبت به حکومت و هم حکومت نسبت به مردم مسئول هست. و از همه مهمتر اینه که امو قسمی که ما در نظام هستی انسان را در واقع جهان را یک به اصطلاح کامل، یک موجود و مثلا مخلوق کامل میدانیم و یک خلقتی با تمام جوانب به اصطلاح مدبرانه. در مورد انسان هم چنین نگاهی را داریم. انسان در واقع موجودیه که به بهترین وجه و قامت و اندام آفریده شده و طبعا بالاخره نگاه ما نسبت به این یک نگاه بسیار ارزشی و دارای اعتبار می باشه.
اگر ما نگاه ما نسبت به انسان باشه، در واقع در حکومت داری هم میتونه نقش مثبت داشته باشه. و از همه مهمتر اینه که انسان یک موجود کریم آفریده شده. کرامت انسان به صورت یک امر ذاتی بالاخره در جامعه مورد پذیرش از منظر دین و از نظر اسلام. و اگر ما بیاییم الان این باورها را در بحث حکومت تسری بدیم، حکومت داری خوب زمان میتونه خوب باشه که این و نگاه ما نسبت به انسان داشته باشیم. انسان موجود مسئول، انسان در واقع دارای ارزش و اعتبار بالایی که به عنوان خلیفه خدا در زمین هست، و انسان موجودی کریمی که بالاخره هم اندیشش و هم در اصلاح از نظر جسمی دارای اعتبار و شخصیت می باشه. با توجه به این پس میتونه بحث مبانی تا حدودی بسیار مهم باشه در بحث برداشت ما از حکومت داری خوب و حتی ایجاد یک حکومت داری خوب. اما متاسفانه مشکلی که وجود داره اینه که در جامعه دینی ما به دلایل متفاوتی و گوناگونی و از جمله ضعف علمی و فرهنگی ما باعث شده که ما دریافتمون از مقام و ویژگی های انسان از منظر دین ضعیف باشه و اینمی ضعف فرهنگی و ضعف مثلا اعتقادی و دینی باعث شده که بالاخره این باورهای ما در حوزه حکومت و حکومت داری خود را نتوانه تبارز بدهد و این در واقع یک مشکلی اساسیه که به نظر میرسه حکومت داران و از همه مهمتر اموری مثلا فرهنگی و ایدئولوژیک و فکری جامعه مثلا دانشگاه ها، مدارس و نهادهای مثلا دینی و غیر دینی، اینا به سمت حرکت کنه که واقعا اگر ما میخوایم حکومت داری خوب را از منظر اسلام بدانیم، لااقل بدونه که در نظام دینی و در یک جامعه دینی انسان چی ویژگی‌هایی رو میتونه داشته باشه و بالاخره حکومت داری خوب چی بنیانهای فکری رو میتواند داشته باشه. بله، سپاسگزار استاد. در رابطه با اهداف و مقاصد حکومت داری خوب بگوین است. پیشتر هم عرض کردیم که یک حکومت داری خوب به حکومت اطلاق میشه که بغیر از که مبانی اعتقادی و بنیادهای فکریشی درست باشه و اندیشه های درستی در مورد خود و جامعه و حکومت داشته باشه، بغیر از او در واقع اهداف خود رو بتوانه عملی بسازه. یک حکومت خوب زمان میتونه در واقع خوب باشه که بتونه امنیت، عدالت، آزادی، رفاه و نظم رو در جامعه پیاده کنه. بله. اینا در واقع اهداف اساسی نظام‌های سیاسی هست. در جامعه دینی یا حکومت دینی اگر فرض کنیم ما خود به زمان مثلا پیامبر گرامی اسلام و خلفای راشدین میبریم یا اونا رو بالاخره مبنا و به اصطلاح معیاری برای رفتار خود قرار بدیم و ارزش‌های دینی رو تطبیق بدیم، یک بحثی که بسیار مهم بوده بحث تقرب انسان به خداوند بوده. یعنی یک نظام سیاسی باید بتونه شرایط را و جامعه را به سمتی و به گونه هدایت و مدیریت کنه که انسان در او جامعه به بهترین وجه به کمال و سعادت خود برسه. هم دنیای اسلامی و هم دنیای به اصطلاح غربیشی سعادت را به عنوان یک هدف قرار داده، اما تفاوتی که وجود داره اینه که در دنیای غرب سعادت دنیوی و به اصطلاح لذتگرایانه تعریف میشه، ولی در نگاه دینی سعادت یک امری به اصطلاح کمال مطلق و در واقع رسیدنی به سمت کمال مطلق برداشت میشه و بالاخره تعریف میشه. اینه که در جامعه زمان میتونه حکومت توصیف شه و به حکومت داری خوب که اینا رو داشته باشه. امنیتش بالاخره باید به وجود بیاید، عدالت تا حدودی باید انجام شود، آزادی هم تا حدودی باید وجود داشته باشه و از همه مهمتر نظم و قانون هم در اون جامعه پابرجا باشه. خب وقتی ما میاییم در واقع بحث امنیت رو بگیم، امنیت میتونه هم یک امر ذهنی باشه و یک هم امر اجتماعی باشه. امنیت مرزی باشه و امنیت دولتی باشه. مثلا از نظر مرزی نباید مرز و خاک شما موردی به اصطلاح هجوم دشمن قرار بگیره. به همین خاطره که بالاخره حب الوطن من الایمان بیان شده. یعنی این که بالاخره مرز شما در واقع جزئی چی هست؟ جزئی ایمان شما و باورهای شما. اما قسمی که ایمان شما باید حفظ شود، در واقع وطن هم باید حفظ شود. پس بنابراین این بالاخره میتونه مهم باشه. امنیت دولت باید وجود داشته باشه. دولت نباید بالاخره به سمت بی‌ثباتی حرکت کنه و بالاخره به سمت ناامنی. و امنیت افراد و جان مردم، بالاخره ما نباید هر روز شاهد انفجار و مثلا کشتار باشیم.
و از همه مهمتر احساس امنیت باید در یک جامعه وجود داشته باشه. یک جامعه زمانی به امنیت رسیده که بالاخره فکر ناامنی، فکر ترس و احساس ناآرامی و مثلا به اصطلاح دغدغه ذهنی در موردی به اصطلاح خطر جان و مال و ناموس وجود نداشته باشه. اگر اینا باشه در واقع بحث امنیت تا حدود تامین شده. عدالت هم همین قسم. عدالت یعنی که یک جامعه باید بتونه در واقع عدالت اجرا کنه. عدالت چیه؟ یک مفهوم عدالت اینه که هر چیزی رو سر جای خودش قرار بدهیم. هر چیزی رو سر جایش قرار بدهیم یعنی حکومت داری خوب زمان میتونه بالاخره خود رو تبارز بده و عینی بسازه که هر چیز رو سر جایش قرار بده. یعنی ای که شما افراد خاص را با توانمندی ها و ظرفیت های خاصی در پست های خاصی بگماری، ولی اگر هر کسی متناسبی با شخصیت خود مقام و جایگاه پیدا نکرده در اون جامعه عدالت مرده است. وقتی عدالت بمیره در واقع حکومت داری خوب معنا نداره. یک معنای دیگه عدالت اینه که هر کسی به حق خش برسه. هر بخش از جامعه رو شما وقتی مثلا رویش به اصطلاح زوم کنی و مثلا به اصطلاح هدف گیری کنی باید به احقاق حق خود برسه. اگر حق هر کسی رو شما پرداخت نمیتوانی و بالاخره بهش دادن نمیتونی و بالاخره حق کسی رو از ظالمی و مثلا بالاخره دیگران نمیتونی بستانی و بگیری، پس بنابراین عدالت وجود نداره. عدالت وجود نداشته باشه در جامعه‌ای که عدالت وجود نداره و حکومتی که عدالت رو تطبیق نمیتونه طبعا حکومت داری خوب نخواهد بود. پس بنابراین این از این بحث آزادی میقسم. آزادی زمان امکان پذیره که بالاخره حیطه بخش خصوصی و عمومی باید روشن شود. بله. دولت نباید به بهانه مثلا تامین امنیت برای زندگی خصوصی مردم چالش ایجاد کنه. در زمان خلفای راشدین، در زمان پیامبر گرامی اسلام ما داریم که آیا خلیفه و پیامبر حق داشته در زندگی خصوصی مردم دخالت کنه یا نه، یا صرفا حکومتش در قلمروی بخش عمومی حرکت میکرده. گرچه برخی از دیدگاه ها میایه بالاخره یه حرف رو مطرح میکنه که پیامبر حق داشته مداخله کنه، خلفا حق داشته مداخله کنه. اگرم بالاخره چنین چیزی باشه توجیهش اینه که بالاخره خب پیامبر چون بهترین شخص اولا نسبت به مؤمنین هست از خودشان، در این صورت او به اعتبار یک امر خیری دخالت رو میتونه. اما غیر از مثلا به اصطلاح پیامبر اگر بگذاریم یا تا حدودی از خلفای راشدین گذر کنیم، در این صورت برای یک حکومت عادی که بالاخره یک فرد عادیه، فرد تحصیل کرده از جنس مردم، چون این حق وجود نداره. پس نباید حکومت به هر بهانه حوزه خصوصی مردم را به مشکلات بیاندازه و به چالش مواجه بسازه. پس بنابراین آزادی باید در جامعه وجود داشته باشه و نهایتا این که نظم باید وجود داشته باشه. هدف اصلی یک جامعه نظم، اجرای قانون. یکی از علمای به اصطلاح بزرگوار و از مفسرین گفته بود که شما غربی‌ها را متهم نکنید به جرم اینکه حکومت دینی نداره. نباید توهین کنید و حرف مثلا ناروا با اونها نسبت بدید. گفت چرا؟ گفت دلیلش اینه که این حکومت‌های جدید و غربی با اینکه اسلام را عمل نمی‌کنه ولی همه رفتارهایشان بر مبنای قانون انجام میشه. پس بنابراین روح قانونگرایی در جامعه غیر دینی میتونه در واقع یک ارزش باشه. همین قسمی که آقای مثلا فرض کن از اقبال یا از آقای سید جمال معروفه که در اسلام در غرب رفتم اسلام دیدم مسلمان ندیدم، ولی در شرق آمد و مسلمان زیاد دیدم ولی اسلام ندیدم. یعنی که در اونجا قواعد وجود داره، قانون وجود داره، جان مردم مال مردم حفظ میشه. پس بنابراین اگر مثلا نظم در جامعه وجود نداشته باشه در واقع حکومت داری خوب نیست. نمیتونه به اصطلاح ما یک حکومت داری خوبی را به اصطلاح داشته باشیم. خب نظم پس بنابراین یک هدف است. با توجه به او دانشمندی قسم میگه که هدف اصلی بعثت پیامبران و رسولان الهی ایجاد نظم و تطبیق قانون در جامعه. قانون الهی وقتی در جامعه تطبیق میشه به بهترین وجه ما میتونیم در واقع جامعه ایدئال داشته باشیم. ولی در دنیای غربی گرچه قانون الهی انجام نمیشه ولی قانون هست، حتی خلافشون در واقع بر مبنای قانون صورت میگیره. پس بنابراین نصفی از اهداف پیامبران در این جوامع اجرا میشه. پس ما نمیتونیم اینا رو بر آسانی و راحتی به اصطلاح سرکوب کنیم و محکوم کنیم. پس بنابراین یک دولت ایدئال دولتیه یا یک حکومت خوب زمانی تبدیل به حکومت داری خوب خواهد شد که در جامعه نظم وجود داشته باشه،
آزادی وجود داشته باشه، عدالت تطبیق شود و امنیت هم موجود باشه. و نهایتاً از دیدگاه نظام دینی یک حکومت زمان حکومت خوب خواهد بود، یا ما در واقع از یک حکومت داری خوب میتونیم حرف بزنیم که بحث ارزشی قضیه را در جامعه تطبیق بده. و او اینه که هدف اصلی نظام دینی مثل حکومت پیامبر علیه صلی الله علیه و سلم و حکومت خلفای راشدین تقرب انسان به خداوند. انسان باید روز به روز به سمت خداوند نزدیکتر شده بره. در این صورت اگر چنین چیزی وجود داشته باشه، ما دارای یک حکومت خوب و در واقع حکومت کارا و کارآمد خواهیم بود. بله، با پوزش استاد، قسمی که شما از عدالت هم تعریف کردین که هر چیز در جایش گذاشتن عدالت است. حالا سوال در اینجا است که در جامعه بیشتر مسلمان ها و هموطنان ما با مشکل مواجه می شوند، با مالشان و یا با ناموسشان و یا با مشکلات دیگر که مواجه میشن. میگه خب آقا با چنین مشکلی که شما در جامعه مواجه هستین با حکومت داریم، شما برین اونجا عرض بکنین. میگه نه خیر، من نمیرم. سوال در اینجاست که اونا توقع از دولت خود ندارن. خب عدالت برقرار نمیشود، فساد گسترده است، چیکار باید شود؟ دلیلش اینه که بالاخره ما یک فرهنگ سازی خوب نشده، صورت نگرفته. در واقع مردم نسبت به حکومت خود اطمینان نداره و باور نداره. به عبارت دیگر فاصله و گسست بین مردم و حکومت و نظام سیاسی زیاد شده میره. حالا چرا قسمی؟ اگر بخوایم این را بالاخره تا حدودی روانشناسی اجتماعی تحلیل کنیم، از منظر روانشناسی اجتماعی، خب یک حدیث از پیامبر گرامی اسلام داریم خیلی جالب و جذاب هست: الناس علی دین ملوکهم. مردم بر مبنای دین و باور و اعتقاد حکومتگران خود رفتار میکنه و در واقع باور داره. بله. یک شعر دیگه هم داریم که محتوایش اینه که اگر حاکم از باغی که از مسیرش هست یا از مسیری که تیر می شود و باغ وجود داره یک سیبی را و یک میوه را بکنه، در این صورت غلامانش و به اصطلاح سربازانش او درخت را از ریشه برمیداره. بله. اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. پس بنابراین اگر این رقمی روانشناسی کنیم، چرا جامعه به چنین باوری رسیده؟ به خاطری که حکومت ناکارآمد هست. ولی البته برعکسش هم امکان پذیره. بله. چرا حکومت این قسمه؟ چون جامعه ناعادلانه هست. در خود جامعه به اصطلاح اصلا فکر عدالت و روحیه عدالتگرایی وجود نداره. ایامش خب تطبیقش برگرد به ایام انتخاباتی که صورت میگیره، گروه های مختلف قومی و مثلا به اصطلاح حزبی و هر عنوان دیگه وقتی میای پیش یک کاندیدا یا کاندیداتور سعی میکنه پولش رو بگیره و بعد بالاخره بلا فاصله مثلا پشت میکنه. از اول مبنایش بر بی‌عدالتیه. بالاخره سعی میکنیم به نفع عموم حرکت کنیم، ولی وقتی پای رأی به میان میایه به فرد رأی میدیم از منظر قومی یا منطقه‌ای، در حالی که حقیقتا او شایستگی رهبری و مدیریت جامعه را نداره. وقتی این رقم بود خود مردم برای یک رأی خود ناعادلانه رفتار میکنه، یعنی هر چیز رو بر مبنای تعریف عدالت هر چیز رو سر جایش نمیگذاره، حق هر کسی رو به صاحبش نمیده. حق این رأی، ما باز یک تعبیر داریم در قرآن که شما موظف هستین که امانات رو به اهلش برگردانید. امانات رو به اهلش برگردانید یعنی شایسته سالاری، یعنی کسی که واقعا شایستگی حکومت رو داره شما باید با رأی خود او رو به قدرت برسانید. ولی مردم عملا این کار نمیکنه. پس وقتی مردم در واقع به صورت یک نگاه کلی ناعادلانه رفتار میکنه، جامعه ناعادلانه هست و برایندش حکومتیه که در واقع او هم ناعادلانه هست. حکومت میشه در واقع با مثلا به اصطلاح شاخصهای بالای فساد اداری. دیگه در اون صورت ما از حکومتداری خوب گپ زدن نمیتوانیم. پس بالاخره به صورت کلی مردم نسبت به حکومتشان بی‌اعتماده، مسائل و مشکلات خود را با حکومت ارجاع نمیده، چون حکومت بر مبنای عدالت فیصله نمیکنه. بله. چرا این کارو نمیکنه؟ به خاطر اینکه اینا با عدالت به قدرت نرسیده. اصلا اینها شایستگی عدالت رو مثلا حکومت رو نداره. میگیم چرا اونو با قدرت او رو به قدرت رسیده؟ خب بالاخره رأی ما تاثیر داره. پس بنابراین بر اساس باز هم یک تعبیر ادیبانه دیگه، از کوزه همان تراوت که دروست. یعنی جامعه چون اصلا به سمت بحث عدالت و ارزشی حرکت نمیکنه، بالاخره برایندش حکومتی که
رفتارش اینچنینی. بله. اما در کل در واقع می توانیم تا حدودی اگر ما اینجا بخوایم ارزیابی کنیم بین این قضیه، یعنی شرایط اجتماعی که نتیجهش حکومته یا حکومتی که فاسده، در واقع شرایطش جامعه فاسده، به نظر میرسه که نقش حکومت در این زمینه بیشتره. یعنی بالاخره در ابتدا هر جامعه اینمی وضعیت داشته که فعلا افغانستان داره، اختلافات قومی، زبانی، عقب ماندگی فکری، ذهنی و مثلا علمی. این باعث میشه که ما همه مسائل رو از دیدگاه بسیار زاویه‌های تنگ و کوچیک تعریف کنیم و دنبال کنیم. اما اگر حکومتگران ما تا حدود احساس مسئولیت کنه و در واقع این حس انسان دوستانه و بالاخره اسلامی درش وجود بیاره که یک تغییر اساسی در جامعه به وجود بیاره، اونا میتوانند این کار را صورت بدهند. بله. چون مردم هم در اون صورت بر مبنای جمله پیامبر الناس علی دین ملوکهم رفتار خواهد کرد. اگر حکومتگران درست عمل کنند، مردم هم در اون صورت تغییر خواهد. ممنون از شما. با حسن بیننده‌های محترم یک وقفه کوتاه آماده نشد، زود برمیگردیم. دوباره خوش آمدین بیننده های محترم در بحث روشنی. استاد محترم در رابطه با توانایی ها و توانمندی های حکومتداری خوب بگویید. امروز وقتی که ما میایم در مورد یک حکومت خوب و حکومت کارا و حکومتداری خوب گپ میزنیم، برخی از شاخص ها را مطرح کرده، یعنی ابتدا در دنیای غرب مطرح شده و با توجه به اون مباحث ارزشی که ما مطرح کردیم می توانیم در واقع بین از اینا یک نوع تلفیق و آشتی ایجاد کنیم. یک حکومت خوب به حکومت اطلاق میشه که در واقع بتواند روز به روز ظرفیت های خود را افزایش بده. توانایی استخراج، توانایی تنظیم، توانایی توزیع و توانایی نمادین و نمادسازی. حالا دو گزینش ما اینجا خدمتتون بیشتر توضیح میدیم. توانایی تنظیم، یک دولت خوب به دولت اطلاق میشه که بتواند نظم را در جامعه ایجاد کنه. بی‌نظمی در واقع یک بحثی که ما را در تقابل با اندیشه مارکسیسم و اندیشه آنارشیسم و نهایتاً اندیشه خوارج در جهان اسلام قرار میده. بحث اینه که آیا اصلا وجود حکومت در جامعه ضرورت داره یا نداره؟ چندین تا دیدگاه به وجود آمده. یک تعداد اصلا قائل به اینه که ما نیازی به وجود حکومت در جامعه نداریم. مثلا کمونیستا میگه که ما زمانی که به کمون نهایی و مرحله نهایی جامعه رسیدیم که در او عدالت رشد میکنه چون فکر مردم رشد کرده و بحث مالکیت خصوصی برداشته میشود، دیگه نیاز به دولت نداریم. دولت فلسفه وجودیش اینه که در واقع بتونه بحث را بالاخره در جامعه توزیع را انجام بده، نظم را برقرار کنه. خوارج میگه ما مثلا در جامعه نیاز به حکومت نداریم چون خداوند گفته این الحکم الا لله، حکومت صرفا از آن خداونده. هر کسی که غیر از خداوند بحث حکومت رو پیشه کنه در واقع خود رو به جای خداوند قرار داده و این موجب شرک. پس بنابراین ما حق نداریم حکومت کنیم. حکومتی که در اینجا میگیم به دو معنای، هم بحث به معنای قضاوت و هم به معنای به اصطلاح بحث حکومت و سیاست. خب در این صورت نیاز نیست. آنارشیستا میگه چون ذات انسان شرور نیست، ذات انسان خوبه، برای آدمای خوب شما کافیه بالاخره یک ابلاغی داشته باشه خودشان عمل میکنه، تطبیق میکنه. بعد مثلا خلیفه چهارم یک جمله داره، میگه این حرفی را که خوارج میگوید مثلا نیازی به یا حکومت نداریم چون این الحکم الا لله، یعنی حکومت نیست مگر برای خداوند، میگه حرف خوبیه. چرا؟ چون آیه قرآن کریمه، بالاخره دیدگاه قرآن رو بیان میکنه. ولی از این خوارج یک اراده باطل کرده. منظورش اینه که پس بنابراین در جامعه هم نیازی به حکومت نیست که انارشی به وجود بیاد، که آنارشیسم و بی‌نظمی به وجود بیاد. میگه وقتی ما میگیم این الحکم الا لله یعنی مشروعیت حکومت از آن خداونده. مشروعیت حکومت و قوانین به مردم بر نمیگرده، به خداوند برمیگرده. این معنیشه. نه که شما در جامعه هم هیچ نظم و اصلاح انضباط رو نداشته باشی. بعد میفرماید که لابد للناس من امیر بر او فاجر. جامعه نمیتونه بدون حکومت زندگی کنه، یعنی ضرورت فلسفی داره، عقلی داره.
پس بنابراین در جامعه عقلا حکومت ضرور باید وجود داشته باشه. چرا؟ چون اگر نباشه بی‌نظمی به وجود میاد. پس بنابراین بی‌نظمی یکی از موضوعاتیه که شدیداً موردی به اصطلاح نفی نظام دینی هست و تاکید داره بر ایجاد نظم و امنیت در جامعه. پس اگر بالاخره یک دولتی توانایی ایجاد نظم را در جامعه نداشته باشه، این دولت کارآمد نیست. این دولتی به اصطلاح خوب نمیتونه باشه و در نتیجه حکومتداری خوب ما نخواهیم داشت. پس بنابراین بحث نظم در جامعه یک بحث بسیار مهمه. خب اون قسمی که بیشتر در بحث آزادی گفتیم، در بحث نظم دولت ها باید یک خط مشخصی را داشته باشه بین حیطه شخصی و حیطه عمومی، حوزه شخصی و حوزه عمومی. نباید دولت ها به منظور ایجاد نظم در جامعه حیطه شخصی و خصوصی مردم را لطمه‌دار کنه و به اصطلاح مشکل دار بسازه. پس بنابراین دولت حق نداره به منظور یا تحت عنوان حفظ امنیت و تأمین امنیت زندگی خصوصی مردم را سلب کنه و مشکل مواجه بشه. پس بنابراین یکی از توانایی‌ها و ظرفیت‌های دولت باید در استخراج نظم باشه، نظم را بتونه در جامعه تطبیق کنه. و همین قضیه باعث شده که الان ما دولت‌های بسیار قوی داریم، دولت‌های بسیار ضعیف داریم. مثلا فرض کن دولت افغانستان به عنوان یک واحد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده از نظر حقوقی، اما هیچ گونه نتونسته نظم را در جامعه به وجود بیاره، حتی در شهر مثلا مرکزی خود یا پایتخت خود. بله. ولی در مقابل آمریکا مثلا از نظم نوین جهانی گپ میزنه و اتحاد جماهیر شوروی میخواست مثلا یک نظام جدید رو در جهان ایجاد کنه. ولااقل مثلا بعد از مثلا سال 1990 و 91 استراتژی آقای بوش در جهان مثلا این بود از وجود یک نظم نوین در جهان حرف میزد که مبنای تئوریک از قبلا مثلا بالاخره توسط آقای فوکویاما و دیگران ایجاد شده بود. پس بنابراین دولت‌های قوی از نظم بین‌الملل حرف میزنه، ولی برخی از دولت‌ها اسماً دولت از نظر نام و مسمى، اما در عمل قادر نیست نظم را در پایتخت خود به وجود بیاره. پس بنابراین یک دولت باید توانایی را داشته باشد، توانایی تنظیم. بحث دیگه ای که دولت باید داشته باشد توانایی توزیع هست. توزیع به معنای به اصطلاح پخش کردن امکانات و برخورداری های مردم به صورت یکسان از داشته های نظام سیاسی. مثلا حکومت در جامعه در اصطلاح درآمد داره، درآمد سالیانه نظام سیاسی هر مقدار باشه، سال دیگه مجددا از طریق بودجه بندی که صورت میگیره به صورت بسیار منظم و در عین حال عادلانه در کشور، در سطح کشور توزیع شود. چون پیشتر گفتیم عدالت یعنی ایجاد و گذاشتن هر چیز رو سر جای خودش، حق هر کسی را دادن و حق را به حقدار سپردن. در این صورت خب ایجاد نظم و توزیع وقتی پیش میآید، دولت باید این قدرت توزیع رو داشته باشه. اگر چنین قدرت را نداشته باشه، پس بنابراین حکومتداری خوب به معنا میشه. توزیع رو که میگیم یکی درآمدهای سالیانه ملت و دولت و یکی درآمد حاصله از به اصطلاح مالیات. این مالیات رو دولت باید چه قسمی تقسیم کنه؟ مالیات رو اولا از چه کسانی میگیریم؟ بله. آیا ما میتوانیم بالاخره از زورمندان مالیات بگیریم یا نه؟ صرفا از بخش مثلا به اصطلاح طبقات ضعیف جامعه ما مالیات دریافت میکنیم. و همچنین چه کسانی جمع‌آوری میکنن؟ چه کسانی جمع‌آوری میکنه؟ مثلا الان فرض کن دولت ما و شما از بحث تلفن ها و موبایل ها مثلا مالیات دریافت میکنه از مکالمات. خب بالاخره این خوبه، یعنی هر چیزی باید به سمت مالیاتی شدن حرکت کنه. اما آیا صرفا گزینه‌های مالیاتی صرفا بحث مثلا مخابراته؟ در مقابلش باز دولت چی کارهایی را انجام داده، چی خدمات را ارائه کرده؟ دقیقاً مردم هم دمیجه تردید دارن اگر واقعا که اینا به پیشرفت کشور و ترقی کشور مصرف شو مشکلی نیست. سوال در اینجاست که واقعا به جیب کی میره پول؟ اما در مقابل مثلا عواید گمرکی رو که در نظر بگیریم، بالاخره به صورت کلان مثلا اختلاسات صورت میگیره. بعد شرکت های عمده و درآمدهای بالایی که مثلا صورت میگیره اونا رو نمیتونه مالیاتش بگیره. یا اگر مثلا فرض کن در جاهای مثلا فرض کن 20 لک افغانی 30 لک افغانی مالیات ایجاد میشه، او رو مثلا با 5 لک افغانی مثلا خلاص میکنه. بله. پس بنابراین نظام مالیاتی اول باید عادلانه باشه و بعد این توزیع مجدد صورت بگیره. در چی بخش جامعه رفاه وجود نداره باید اونجا کار شه، در چی بخش جامعه باید مثلا آموزش پیشا تقویت شه و مثلا تعلیم تربیت باید صورت بگیره و در کجا مثلا امنیت ضروره، بالاخره بحث امنیت تامین شه. پس بنابراین مطابق نیازمندی های روز و جامعه باید این عدالت دوباره این به اصطلاح درآمدها باز دوباره مجددا توزیع شه. سلامت استاد.
یک بخش دیگه هم تکمیلی بگیم. این توزیع رو که میگیم توزیع میتونه در بخش اقتصاد باشه، در بخش فرهنگ باشه و در بخش سیاست هم باشه. در بخش اقتصادش هم گفتیم درست. در بخش فرهنگ ارزش‌های اجتماعی باید به صورت مساویانه تقسیم شود. به این معنا که فرهنگ‌ها، باورها و مثلا فرض کن هر نوع ارزش‌هایی که در جامعه وجود داره امکان تبارز و ظهور داشته باشه. یک فرهنگ به جرم اقلی بودن مورد سرکوب قرار نگیره. پس بنابراین این ارزش‌ها باید مساویانه تقسیم شود، توزیع مجدد صورت بگیره و از نظر سیاسی قدرت هم باید به صورت مساویانه تقسیم صورت بگیره. فرض کن مجموعه پست‌های کلیدی که در دولت وجود دارد، در نیروهای نظامی و انتظامی و مثلا نیروهای به اصطلاح نظامی وجود داره، اینا باید بر اساس معیارهای عادلانه در میان بخش‌های مختلف جامعه و بر اساس ارزش‌های به اصطلاح معتبر مورد بازخوانی و تقسیم صورت بگیره. و اگر اینا نشود در واقع باز هم ما با حکومت مواجه هستیم که خودش با فساد مواجهه. در اون صورت خود به خود حکومت داری خوب نمیتوانیم داشته باشیم. پس بنابراین اگر یک جمع بندی کلی کنیم، ویژگی های یک حکومت خوب و حکومت داری خوب از دیدگاه اسلام میتونه ای باشه که هم مبانی اعتقادی و فکریش باید درست باشه و بالاخره ارزشی باشه و هم بالاخره رسیدن افراد به حکومت در واقع دارای ارزش‌های معتبر باشه. کسی به خود حکومت برسه که در واقع دارای اعتبار و وجهه هست و در واقع ارزش سالاری معیار باشه و نهایتاً توانایی‌ها و استخراج‌هایش در مورد نظم و عدالت صورت بگیره و اهداف و مقاصدش هم امنیت، عدالت، آزادی و رفاه و نظم و در جامعه دینی تقرب به خداوند. بسیار کوتاه استاد رابطان بگوین که برترین قانون ما داریم که از طرف خداوند بالای مسلمانان فرستاده شده است، چه کار میتونیم که با چنگ بزنیم و این مشکلاتی که فعلا مواجه هستیم حل شود؟ خب یک مقدارش برمیگرده به فرهنگ سازی. یعنی ما واقعا در جامعه باور کنیم که اون چیزی که خداوند برای ما فرستاده میتونه باعث رشد ما و تعالی و کمال ما شود. رشد هم که میگیم صرفا رشد اقتصادی نباید منظور شود که بالاخره درآمد ناخالص ملی ما افزایش پیدا کنه، اینم معیاره. ولی در عین حال از نظر انسانی و شخصیتی هم ما باید رشد کنیم. چالش که وجود داره اینه که دنیای غرب از نظر اقتصادی روز به روز رشد میکنه ولی از نظر انسانی در واقع یک نوع انحطاطی اونجا وجود داره. تشکر از شما. رمضان علی فصاد استاد دانشگاه، بسیار سپاسگزاریم در بحث روشنی با ما بودین. و همچنان از شما بیننده های محترم همچنان نهایت سپاسگزار که تا پایان بحث با ما همراه بودین. تا درودی دیگر شاد، توانا و پویا باشید. خدا نگهدار.